امروز قراره با هم دیگه بافت پایه کوتاه برجسته از رو رو اجرا کنیم. یک پایه که برجستگیش به این صورتیه که میبینید. پایه کوتاه برجسته از رو در زبان انگلیسی با فرانت پست سینگل کراشه معرفی میشه که به اختصار به اون FPSC میگن و با این نمادی که به این شکل هست اون رو نشون میدیم. برای بافت پایه کوتاه برجسته از روی پایه های رج قبل ما بافتمون رو به این صورت شروع میکنیم. در صورتی که بخوایم تمام رج رو پایه کوتاه برجسته از رو ببافیم، دقت کنید که اولین پایه رو میبایست پایه کوتاه معمولی ببافیم. به چه صورت؟ قلاب رو زیر دوتا لبه پایه عبور میدم، نخ میگیرم، بیرون میکشم و پایه کوتاه هم رو میبافم. خب حالا دلیلش چیه؟ ببینید اولین پایه کوتاه شما در ابتدای رج هیچ ستون کاملی نداره که بتونیم دور اون رو پایه کوتاه ببافیم. اگر بیایم این کار رو انجام بدیم به صورت برجسته ببافیم، لبه کج یا کشیده میشه. پس ما روی اولین پایه کوتاه معمولی میبافیم. حالا میخوایم بریم روی پایه دوم پایه کوتاه برجسته از رو ببافیم. دقت کنید که قبل از اینکه بخوام پایه کوتاه برجسته از رو ببافم، این نکته رو بهتون بگم که تمامی پایه ها در قلاب بافی شامل دو قسمت هستند. یکی قسمت بالای پایه که ما اون رو به صورت وی یا 7 نشون میدیم، یکی قد یا ستون پایمون که اینجا در این پایه کوتاه قد یا ستون پایه ما به این شکله. خب توی هر پایه هم قد یا ستون ارتفاعش متفاوته. در پایه کوتاه این قد یا ارتفاع یا ستون پایه ماست. خب من برای اینکه بخوام یک پایه کوتاه برجسته از رو ببافم میبایست دور قد یا ارتفاع یا ستون پایم بیام و پایم رو پایه کوتاه برجسته از رو ببافم. به چه صورت؟ ببینید این پایه‌ای که من میخوام روش پایه کوتاه برجسته از رو ببافم. قبل از این پایه و بعد از این پایه رو در نظر میگیرم. قبل از این پایه ببینید این فضایی که اینجا قلاب عبور کرد. بعد از این پایه باز میشه این فضایی که اینجا قلاب عبور میکنه. من برای اینکه بخوام یک پایه کوتاه برجسته از رو ببافم میام قلاب رو قبل از این پایه از بالای بافت، ببینید از روی بافت عبور میدم، به پشت بافتم میبرم، میام دقیقاً از پشت همین پایه بعد از پایه ببینید قلاب رو بیرون میارم به این صورتی که میبینید و حالا نخ میگیرم، بیرون میکشم و پایه کوتاه هم رو میبافم. این شد یک پایه کوتاه برجسته از رو که من کارم رو مرتب میکنم که شما بافت رو ببینید این یک پایه کوتاه برجسته از رو هستش. حالا میخوام روی پایه بعد یه پایه کوتاه برجسته از رو ببافم. ببینید باز دوباره من میام قد پایم رو در نظر میگیرم، قبل و بعدش. اینجا ببینید اینجا میشه قبل، من قبلش قلاب رو عبور میدم به پشت بافتم، یعنی از رو به پشت عبور میدم، باز دوباره میام از پشت همین پایه بعد از پایه ببینید قلاب رو بیرون میارم به این صورتی که میبینید و پایه کوتاه برجسته از رو میبافم. باز دوباره پایه بعد. ببینید من وقتی میخوام پایه کوتاه برجسته بعد رو ببافم دقیقاً کنار این فضا میبایست قلابم رو داخل ببرم. اینجا قلاب رو به پشت بافتم عبور میدم، از پشت همین پایه‌ای که میخوام پایه کوتاه برجسته از رو ببافم قلاب رو ببینید به این صورت بیرون میارم و پایه کوتاه بعد رو میبافم. به همین ترتیب تا انتهای رجم بافتم رو به همین صورت ادامه میدم. من با رنگ دیگه دارم کار رو اجرا میکنم که شما تفاوت بافت رو کاملا متوجه بشید. اون فضاهایی که من نخ رو داخل میبرم، قلاب رو داخل میبرم یا قلاب رو بیرون میارم به این صورت. این میشه یک پایه کوتاه برجسته از رو. ببینید بافت به صورت برجسته از رو در اومد. این قسمت روی بافت من و این قسمت پشت بافت. ببینید در قسمت پشت بافت به چه شکل در اومد. این قسمت روی بافت من به این صورت که حالت برجستگی داره. وقتی من بافت رو به این صورت قرار میدم ببینید برجستگیش میشه اینجا. بافت من رو میافته
و این هم قسمت پشت بافتم. این کار رو تا انتهای رجم به همین ترتیب ادامه. من کارم رو بافتم تا به انتهای رجم رسیدم. دقت کنید که روی پای کوتاه آخر من اگر بخوام بیام و پای کوتاه برجسته از رو ببافم چه اتفاقی میفته؟ باز دوباره در این قسمت یک فضای اضافی دارم و بافت من مرتب و یک دست نمیشه، کج میشه. برای اینکه این مشکل هم برطرف بشه من میام روی پایه آخر یک پای کوتاه معمولی میبافم. ببینید بافت من خیلی تفاوت پیدا کرد تا زمانی که من میومدم به صورت برجسته از رو میبافتم. پس این نکته رو دقت کنید که ما در بافت های رفت و برگشتی، یعنی این بافتی که اینجا داریم، پایه اول و آخر رو برجسته از رو نمی بافیم، به صورت ساده می بافیم و به همین ترتیب پایه های میانی رو برجسته از رو بافتیم. ببینید حالا بافت من به این شکل در اومده. یک پایه‌ای که به صورت برجسته از رو بافته میشه در ظاهر به این شکله. ببینید رج قبل رنگ متفاوته، شما کاملا برجستگی بافت رو دیگه میتونید مشاهده کنید. چند رج این کار رو تمرین کنید